امروز یک نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ضمن نشستی در دوشنبه بعضی جزئیات حمله به دیدبانگاه عشق‌آباد را اشکار کرد. حمله به پستگاه در مرز تاجیکستان و ازبکستان 6 نوامبر صورت گرفته. در آن 15 حمله‌ور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسا کشته شدند. به قول نماینده کمیته دولتی امنیت ملی، حمله مذکور را سوی اعضای دو خانواده که ساکن شمال تاجیکستان بودند انجام شده است. این افراد مدتی در شهر دوشنبه به سر بردند. حادثه سنه 06/11/2019 به وقوع آمده گواه آن است که اعضایان و پیروان تشکیلات تروریستی اویلوی وارد گردیده. در این حادثه 9 نفر مرد، 11 نفر زن و 13 نابالغ از 4 تا 15 ساله ساکنان ولایت سوخ فعالیت و اشتراک نمودند. ولی این نماینده کمیته امنیت نگفت که نابالغان در این حمله چی مسئولیت داشتند. اطلاع اخیر با اظهارات اول مقامات که گفتند حمله‌وران 20 نفر بودند فرق دارد. به گفته محمد سعیدов، تفتیش گروه نشان داده است که دارایی رهبر حمله‌وران شهرت غفورov بیش از 1 میلیون سومانی بوده است. تصدیق یا رد این خبر از منابع دیگر فعلا غیر امکان است. به رادیوی آزادی معلوم شد 2 نفر از شرکت‌داران حمله خواهر و برادر و خوانندگان صنفی 7 و 8 یکی از مکتب‌های میانه ولایت سوخت می باشند.